من این توفیق رو داشتم که با بعضی از خانواده‌های شهدا بنشینم روی فرششون، زیر سقفشون و صمیمانه حرف بزنم باشون. مادر شهید هستید شما؟ ایشالله حالتون خوبه؟ بنده خودم هر جا منزل شهدا میرم با وضو وارد میشم. در این روزهای اول سال مواسات کنید، به سراغ خانواده های شهیدان بروید، همه احترامتون را نثار آنها کنید. آرزوی ما اینه که ما رو خداوند در قیامت با بچه‌های شما محشور کنه، با این شهدا محشور کنه. نوشتم تقدیم به خانواده شهید عزیز آقای سید علی خام. وسطاش